Hi, my name is Krzysztof Spławski. I am from Poland. There is many good competitors here, so it will be hard. I will try to go to the finals. کریستوف نزدیکه به عنوان قهرمانی. بالا و قهرمان شب ما. I'm wondering how I will do the warped wall when I will be wet. حالا حرکت کریستوف میگیره خیلی راحت. I'm feeling sick, yeah. Zelim is sick and Ian is sick. I feel very weak today, you know. با چه روشی داره جلو میره کریستوف؟ فاصله شون داره کم میشه. به نظر از اونجا میتونه خودش رو پرتاب کنه. ریسکش زیاده. کریستوف لهستانی موفق میشه مستقیما وارد فینالیستای ما بشه. In the semi-finals, I got lucky because my opponent fell like before me, so I got lucky 2 times. Like I said, they are really strong athletes, so it will be very difficult runs. I will do my best, and we will see today. All the guys gonna make it and we will see today. ایران یا لهستان یکیشون به نیمه نهایی فینال مسابقه بزرگ قهرمان میرسن. بریم آغاز کنیم رقابت افتتاحیه مسابقه بین المللی قهرمان رو با حضور آرش دهقانی از ایران و کریستوف از لهستان. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. 3 2 1. شب فینالیستاست. آرش و کریستوف آغاز کننده فینال ما. به طرز باور نکردنی امشب همه چیز حساس و هیجان انگیزه. نماینده ایران، نماینده کشور لهستان. بعد این کدوم نفر میتونه منو به پایان برسونه؟ تو منطقه تور هر دو قرار گرفتن و تقریبا توی زمان تو یک مرحله قرار میگیرن و وارد سقف میشه. آرش خیلی زود خودشو به سقف این آرش کمانگیر ایرانی ما میتونه رقیب لهستانیشو هست. کریستوف اما خیلی خوب خودشو به رقیبش میرسونه. ماشاءالله آرش عالی در سوم رو هم رد میکنه. کریستوف به باز انگار خیلی خوب دارن هر دو پیشروی میکنن. فرصت هست تو شیب که بتونه یکی از رقیبان هم بریم بالا نفستو تنظیم کن. فینالیستا ذره اشتباه کنی باید خداحافظی کنی با صعود به مرحله بعد. مرحله شیبمون همه میدونیم که چقدر حساسه، چقدر گذر ازش مشکله، اما از این دو ورزشکار قطعاً برمیاد. آرش حالا داره کفششو تعویض میکنه. برادرای شریفی به هر دو ورزشکار دارن کمک میکنن تا با خوش کردن خودشون تعویض کفش زودتر شیب ما رو طی کنن. تو این مراحل قبلا دیدیم که چقدر ثانیه ها تأثیر گذاره، چقدر میتونه صدم ثانیه تأثیر خودشو بذاره تو این ویدیو. آرش داره حرکت میکنه. میگیره حالا میاد کریستوف هم شازشو امتحان میکنه.
کریستوف هم تونه، کریستوف هم تونست و حالا میتونه به نردبان برسه. چه فینالیستایی داریم امشب. چقدر همه چیز هیجان انگیز آغاز شده. همه آمادن و حالا تو منطقه نردبان ببینیم کدوم ورزشکار. کار اون نداشته باش آرش، کار اون نکن، کار خودتو بکن، برو کار خودتو. خیلی حساس شده. اما داره خوب نردبانه میره جلو. ماشاءالله آرش میتونه الان میلان رو بگیره تو منطقه دیوارکوب کریستوف. هیجانش وصف ناپذیر این لحظات و این ثانیه ها. خوب خودشو رسون آرش. این لحظات خیلی حساسه. باید دستشو بلندتر بگیره این توی آرش برو خدا. چند ثانیه دیگه مشخص میشه که کدوم نفر به نیمه نهایی میره. فاصله شون خیلی کمه. فاصله شون خیلی کمه. حالا کریستوف میرسه و سنگ پایانی رو به صدا در میاره. کریستوف لهستانی آرش ما رو شکست داد و به مرحله نیمه نهایی فینالیستا رفت. خسته نباشید میگیم. آرش بسیار ورزشکار خوبیه، تنها 21 سالشه و از اهواز تو مسابقه این فصل قهرمان بود و باید ببینید تو مراحل بعد چه اتفاقی رخ میده. تصویب میکنیم. فینالیست بعدی بله کریستوف لهستانی و میره روی سکوی سوم ما میسته. نماینده لهستان تونست سکوی سوم رقابت‌های ما رو از آن خودش بکنه و لحظه‌ای که روی سکوی سومی وای میسته. برنز مسابقات رو به عنوان ورزشکارا و مربیای حرفه‌ای تو خدمت شما. خیلی کامل بازی رو لحظه بی‌نظیر قهرمانی ایران در رقابت‌های بین‌المللی عبور از موانع. با حضور کلی کشور خارجی رسید به ایران و مبارک محمد سوسرایی باشه. ایشالله که آقای خودنگاه، آقای معتمدی، بچه‌ها